وقتی صبح آلارم گوشیت صدا میده، با خودت میگی چرا اینقدر زود تنظیمش کردم؟ با عجله از خونه بیرون میزنی، کلیدا رو گم میکنی و به خودت میگی هیچ کاری رو درست انجام نمیدم. یهو در همین حال همسایت تو رو میبینه. سرد میشی، چون گیر افتادن در حال حرف زدن با خودت برات خجالت آوره. آشناست نه؟ یه لحظه با خودت بحث میکنی، بعد میفهمی یکی دیده و ساکت میشی، چون ناخودآگاه فکر میکنی شاید یکم عجیب به نظر بیایی. اما اگه بهت بگم این کار نه تنها عجیب نیست، بلکه یکی از نشونه‌های عملکرد فوق‌العاده مغز انسان. چی؟ بله، صحبت با خود یه مکالمه ساده نیست، یه مکانیزم پیشرفته ذهن که قرنها روانشناسا دربارش تحقیق کردن. در واقع حرف زدن با خودت یعنی مغزت داره بلند فکر میکنه. بهش میگن خودگویی یا سلف تاک. اون صدایی که توی ذهنت مدام حرف میزنه، از اینکه امروز چی بپوشی تا اینکه چرا اون حرف رو زدی، یک گفتگوی واقعی با خودته. و تقریباً همه انسان‌ها این تجربه رو دارن، حتی اگه به زبون نیارن. جالبه بدونی اولین کسی که این پدیده رو جدی بررسی کرد یه روانشناس روسی در حدود 100 سال پیش بود. اون فهمید که بچه‌ها موقع بازی با خودشون حرف میزنن و این تمرینیه برای رشد ذهنی. مثلا بچه‌ای که میگه اول اینو بذارم اینجا، بعد اون یکی رو، داره یاد میگیره فکرشو سازمان بده. با گذشت زمان این حرفای بلند تبدیل میشن به گفتگوی درونی، همون صدایی که حالا توی ذهن ماست. ولی چرا هنوز ادامش میدیم؟ چون مغز ما از طریق کلام خودش رو هدایت میکنه. وقتی میگی کلید، کیف، گوشی، داری مغزت رو تنظیم میکنی تا تمرکز کنه. در واقع وقتی با خودت حرف میزنی، داری توجهت رو مثل یه چراغ قوه روی نقطه درست میتابونی. به همین دلیل روانشناسا میگن خودگویی مثل یه ابزار کنترلی برای تمرکزه. اما یه نکته خیلی مهم وجود داره. همه خودگویی ها مثل هم نیستن. دو نوع اصلی داریم، مثبت و منفی. اون صدای منفی که میگه تو همیشه خرابش میکنی یا ببین همه ازت بهترن، در واقع داره ذهن تو رو مسموم میکنه. در حالی که خودگویی مثبت مثل گفتن آروم باش، فقط یه قدم دیگه مونده، باعث افزایش عملکرد، اعتماد به نفس و تمرکز میشه. حتی ورزشکارای حرفه‌ای هم این تکنیک رو استفاده میکنن تا وسط استرس یا رقابت کنترل ذهنشون رو از دست ندن. تحقیقات زیادی ثابت کرده که نوع گفتگوی درونی ما میتونه تفاوت بین شکست و موفقیت باشه. در دانشگاه میشیگان آزمایشی انجام شد که نشون داد دانشجوهایی که از خودگویی مثبت و تشویقی استفاده می‌کردند در آزمون‌ها عملکرد خیلی بهتری داشتند و اضطرابشون هم کمتر بود. یه تکنیک جالب دیگه هست به اسم خودگویی فاصله دار. یعنی به جای اینکه بگی من میتونم، اسم خودتو صدا بزنی. علی، تو از پسش برمیای. همین فاصله زبانی باعث میشه مغز احساس کنه داره با یه شخص دیگه حرف میزنه و واکنشش آرامتر، منطقی‌تر و مؤثرتر میشه. خیلی از سخنران‌ها و ورزشکارها همین روش رو استفاده میکنن تا قبل از اجرا اضطرابشون کنترل کنن. اما بذار یه چیز مهم بگم. خودگویی همیشه مفید نیست. وقتی صداهای درونیت مدام منفی، سرزنشگر یا مضطرب باشن، به مرور زمان اعتماد به نفست پایین میاد و ذهنت تبدیل به میدان جنگ میشه. به همین دلیل در درمان شناختی برداری یا CBT یکی از اولین تمرینا اینه که یاد بگیری لحن گفتگوی درونیت رو تشخیص بدی و آگاهانه تغییرش بدی. پس دفعه بعد که خودت رو دیدی در حال حرف زدن با خودت، نخند، خجالت نکش و فکر نکن دیوونه‌ای. در واقع داری یکی از پیشرفته ترین کارهایی رو داری انجام میدی که ذهن انسان بلده: برنامه ریزی، تمرکز و تنظیم احساسات. تو با حرف زدن با خودت داری ذهنتو تراز میکنی. پس به جای خاموش کردن اون صدا، سعی کن راهنمای درونیت باشی، نه دشمنش. چون گاهی تنها صدایی که واقعا میتونه کمکت کنه همون صداییه که از درون میاد. از تماشای ویدیو متشکرم. ویدیوی وایرال قبلی رو از دست ندید.
روانشناسی افرادی که هیچ وقت بچه نمیخوان. لینک در اولی کامنت پین شده. و اگه تازه با من آشنا شدید، با لایک و سابسکرایب همراه هم باشید. زنگوله رو هم فراموش نکنید. تشکر.